باقری دوست 6 تا 60 سال، بیش از 60 سال با سایه زندگی کردن. سلام دوستان عزیز، من قرار نبود چیزی بگم، اما این اواخر یکی دو بار کسانی پرسیدند که آقای ابتهاج که افتخار ایران و افتخار گیلانه چرا به گیلکی شعر نگفته. آقای ابتهاج همیشه فارسی صحبت میکرد، البته در چند جا در شعراش کلماتی مثل گومار، بیرون شد از گمار، یا تاسیان، این کلمات رو سر جای خودش کشکرت بله به کار برده، یا این سفر آن گرگ یوسف را درید. ما این سفر به معنی این دفعه در گیلکی به کار میبریم. اما از خود ایشون شنیدم، آقای ابتهاج، که اینقدر با زبان فارسی و تمام ریزکاری ها و قابلیت هاش بیش از هر کسی یا در یه سطح عالی آشنا بود، میگفت که من تو خونم با ما فارسی حرف میزدن از کودکی و بعداً بیرون تو مدرسه تو کوچه گیلکی هم یاد گرفتم. اما به این اشاره میکرد که من دیدم حیف فقط این ناگفته بمونه که هر وقت حرف زدن گیلکی رو میشنوم، زبان فارسی با همه فاخر بودنش و با همه شکوه و عظمتش و میراث غنی که داره از جلوه میفته برای من. حتما به خاطر اون عواطفی که آمیخته بود با خاطراتی که از مادر داشت که همیشه دلتنگ این بود. یه بارم گفتم یه جایی که اولین بار که بعد از چند دهه سایه با ما اومد که با هم بیاییم رشت، وقتی رسیدیم به دروازه لوشان که به گیلان خوش آمدید، بغضش گرفت و حرف زدنش متوقف شد و گفت من خیلی دیر فهمیدم که چه جنایتی کردم. گفتیم آقا چه شما گفت این که تهران رفتم. گفتیم که خب آخه تهران رفتی که شدی این هوشنگ ابتهاج. گفت ولی نمی ارزید به اون دلتنگی که من به مادرم تحمیل کردم. واقعا از سایه‌ام جز این انتظار نمیرم. ببخشید. خیلی متشکرم.